خوش اومدید. ممنون. خوش اومدید. بابا فرشاد جون، چشم اون به در بود داداش. فکرم نمیایین. بفرمایید سر میز. ایپک خانم بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خوش اومدین، صفا آوردین فرشاد جون. تو هم بشین. باید بگم که پول خیلی خوبی خرج کردی، همچین انتظاری نداشتم. به لطف رفقا، دمشون گرم. از قدیم چی گفتن؟ گفتم پول جمع نکن، رفیق مشتی جمع کن. چی میل دارین؟ من الان میام. باشه. یه کوکتیل میبینه. سلام. بفرمایید. چه کمکی ازم برمیاد؟ اسم چی؟ یوسف. خوشبختم. من ایپکم. خوشبختم. ایپک کن. لازم نیست بگی خانم. ایپک صدام کن. اینجا خیلی قشنگه مگه نه؟ خب فرشاد جون، دیگه کم مونده یه سالم تموم بشه. همه چی مال تو میشه، خیالت راحت. فرشاد، یه سر بریم دفتر. یه کار جدید داریم. بازم ازمون حمایت میکنی دیگه. ببینیم چی میشه. ایپک کجاست؟ اونجا هست، داره با یکی حرف میزنه. بادیگارد جلو در نیست؟ نمیدونم، دقت نکردم. نوشیدنی ها رو بگیرید بالا. به سلامتیتون. خوش آمد میگم بهتون. ایپک؟ جیدا. چه خوب شد که دیدمت. کی از ایتالیا برگشتی؟ خیلی وقت اما فرصت نشد با کسی تماس بگیرم. چند وقت زیاد حالم خوب نیست. پینا رو میگی؟ آره. دوستام اینجان، بیا بریم پیششون. باشه بریم. این کیه؟ خوش تیپه مگه نه؟ خیلی. چه شکلی شدم عمو وداد؟ بهتر خودت ببینی. آقای دکتر، کارتون فوق‌العاده است. تبریک میگم. از این به بعدش به اون بستگی داره. امیدوارم بتونه خیلی زود کنار بیاد. خب نمیخوای چیزی بگی؟ انگار یکی دیگه جلومه. صدام عوض شده. باید عوضش میکردی. تو کی هستی؟ حالا الیف چطوری منو بشناسه؟ چطور بفهمه من مادرشم؟ یعنی حس میکنه مادرشم؟ یعنی میشه بازم مامان صدام کنه؟
جانان، بله. میونت با الیف چطوره؟ خوبه. کسی چیزی گفته؟ نه عزیزم، همینطوری پرسیدم. عایشه گل، آره فردا میندازمش بیرون. نه بابا، چرت نگو، کسی چیزی نگفته. میدونی من نگران الیفم، بهتره بهش بیشتر توجه کنی. توجه میکنم، جدی میگم، اما حالا که گفتی بیشتر توجه میکنم. ممنون عزیزم، ممنون. حالا تو هم یکم به من توجه کن. بابا دخترم چی شده عزیزم؟ خواب بد دیدی؟ آره. بیا بریم. دوست داری با هم بخوابی پدر و دختر؟ آره. بیا بریم. هنوز نرفتی؟ بیدار شدی؟ نتونستم تنهات بذارم. الیف چطوره؟ خوبه. اوضاع رو به راهه. به زودی بهش میرسی. ولی اون منو نمیشناسه. اتفاقا منم نمیخوام کسی تو رو بشناسه. چرا؟ یادت نمیاد چی شده، نه؟ داشتم غرق می شدم، اما یادم نمیاد چطوری نجات پیدا کردم. یه ماهیگیر نجاتت داد. زندگی تو بهش مدیونی. اما وداد، حالا باید چی کار کنیم؟ چطوری برگردم خونه؟ دخترمو کی میبینم؟ الان بهش فکر نکن. سعی کن بخوابی. میخوام دخترمو ببینم. همین روزا دخترتو میبینی. همه چی رو درست میکنم. قول میدم. حالا چشاتو ببند و بخواب. استراحت کن. خیلی خوبه. آفرین عزیزم. دخترم، من اومدم، برگشتم پیشت. دلم برات یه ذره شده بود. تو کی هستی؟ الیف منم، مامان. نه، تو مامان من نیستی. الیف من مادرتم. نه غیرم، تو مامان من نیستی. الیف منم. نه، تو یه دروغگویی، به من دست نزن. الیف. خودمم. الیف، منم دخترم، من مادرتم. الیف.
دخترم، عزیز دلم، تو فکر میکنی من مردم و تنهات گذاشتم؟ مگه میشه من تنهات بذارم؟ میام. خیلی دلم برات تنگ شده، خیلی. منو ازت جدا کردم، انتقام همه این روزا رو ازشون میگیرم. نمیتونم بهت بگم دخترم، اگه بگمم باور نمیکنی. صورتم، صدام، همه چیم عوض شده. یه آدم دیگه شدم. میدونم ازم دلخور میشی، اما وقتی بزرگ شدی همه چی رو برات تعریف میکنم. میدونم وقتی بفهمی پدرت با هم چی کار کرده منو میبخشی. به خاطر تویی که نمردم، به خاطر تویی که هنوز زندم. بله وداد. باشه. مطمئنی دیگه؟ اگه شروع کنی نباید پشیمون بشی. راه برگشتی نیست. باید مصمم باشی. باید مثل اونا بیرحم و به اندازه خودشون بی وجدان باشی. اگه فکر میکنی نمیتونی، میتونم. ازشون انتقام میگیریم. اونا پینا رو کشتن. لیلا انتقام پینا رو ازشون میگیره. پینار دخترم کجایی؟ چند بار بگم عمو وداد، پینار دیگه مرد. من لیلا. نکنه داری میای؟ آره دارم میام. نقشه این نیست. طاقت نیاوردم. یعنی چی طاقت نیاوردن؟ من همه چی رو ردیف کردم، نگران نباش. چند دقیقه دیگه پرواز دارم. باشه دخترم، خلیلو میفرستم دنبالت. باشه پس میبینمت. بفرمایید. خلیل چمدونتو میبره اتاقت. اتاقت هم آماده است. میخوای برو بخواب. استراحت کن. ببین
خلیل، لیلا بیداره؟ ندیدمش. مواظب باش نسوزن. من برم بیدارش کنم. لیلا! لیلا! لیلا دخترم پاشو دیگه. لیلا 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 پاشو دیگه دخترم. صبحونه رو حاضر کردم. لیلا هنوز خوابی؟ لیلا کجایی دخترم؟ لیلا 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 خلیل خلیل نباید چیزی بفهمه. تو لیلا کریم اغلویی. خیلی هم کوچیک نیست. اومدم دخترم. برگشتم. آقا فرشاد، خانومی به اسم لیلا کریم اغلو اومدن. لیلا کریم اغلو؟ بله. تو میشناسیش؟ نه. چی میخواد؟ گفت میخواد شما رو ببینه.
تو کی هستی؟ الیف. بوی مامانمو میدی. الیف، بیا اینجا. شما کی هستین؟ چی میخواین؟ من خواهر پینارم. خواهرش؟ راستش خواهر ناتنیشم. یعنی چی؟ خواهر مامانم؟ آره الیف جون، من خالتم. منظورتون چیه؟ ذهن دخترمو درگیر نکنی. الیف عزیزم، من بهت چی گفتم؟ قرار نشد با غریبه ها حرف نزنی. برو عزیزم. چشم بابا. من غریبه نیستم، خالشم. این مزخرفات چیه خانوم؟ آروم باش عزیزم. گویا وکیلتون هنوز چیزی نمیدونه یا به شما خبر نداده؟ نه نداده. لیلا خانم بفرمایید بشینیم با هم یه چایی بخوریم و با آرامش صحبت کنیم. بله حتما. بفرمایید. بیا ببینم، میدونی چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ عزیزم اول باید ببینم کیه و چی کارشه. چی رو بفهمیم؟ ساده ای؟ معلومه کلاهبرداره. اگه نباشه یکم آروم باش، زود عصبی نشو. بریم. رکس بیا اینجا پسر. رکس 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 چی پیدا کردی؟ هاکان این چیه؟ این چیه؟ حلواس ماما. این برای چیه؟ واسه اورهان پختم. پسر من نمرده. برای من مرده مامان. ساکت شو. سفتا جون خواهش میکنم. از انتظار خسته شدم مامان. من دیگه خسته شدم. تو نشدی؟ خسته نشدی با هر صدای در از جاد میپری که اورهان اومده ها؟ خسته نشدی انقدر منتظر تلفنشی؟ از رفتن به کلانتری و گریه زاری کردن که پسرمو پیدا کنین خسته
مامان تو منو زدی. حقت بود سفتا. تلافی اینو سر در میارم. خاله هاجر آروم باش. میرم حلوا بین همسایه ها پخش کنم. خیراته. بذار همه ی محله بدونن شوهرم مرده. خسته نباشین. ممنون قربان. چیزی در مورد هویتش فهمیدی؟ قربان یه حلقه پیدا کردیم. یه اسم توش نوشته شده. سفدا اورهان. به گورای خبر بده. متاسفم که مجبور شدیم اینطوری با هم آشنا بشیم. پدر مرحومم با مادرم پنهونی رابطه داشت. وقتی مادرم حامله میشه میفرستتش آلمان. منم متولد اونجام. چه سرنوشت عجیبی دارین. منم نمیدونستم دختر آقا رائفم. بچه که بودم مامانم میگفت بابام ما رو ترک کرده. شاید متوجه شدین که فامیلی مادرم رو استفاده میکنم. اما مادرم قبل از مرگش برام تعریف کرد. من دیگه نمیتونم به این مزخرفات گوش بدم. عزیزم بشین حرف میزنیم. لیلا خانم سوء تفاهم نشه، اما چرا وقتی پینار زنده بود باهاش در ارتباط نبودی؟ چون اصلا خواهر پینار نیست. من و پینار چند ساله با هم در ارتباطیم. وقتی که فهمیدم خواهر دارم دنبال پینار گشتم. گویا شما خبر نداشتین. دروغ نگین. کی همچین چیزی از همسرش پنهون میکنه؟ گویا زیاد بهتون اعتماد نداشته. بس دیگه. احترامتون رو نگه داری. لیلا خانم دوست داریم حرفاتون رو باور کنیم، ولی حرفای شما کاملا غیر منطقیه، چون من دوست صمیمی پینار بودم. جانان بی خودی توضیح نده. لیلا خانم فکر میکنه بیشتر از ما پینار رو میشناسه. من برای بحث در مورد این چیزا نیومدم. خب برای چی اومدین؟ بگین تا راحت بشین. من کاملا راحتم آقا فرشاد. شما عصبی هستین. احتمالاً به خاطر ارثیه یکی از دست میدین. هرچی باشه نصف شرکت، این خونه، همه چی مال منه. بسه. زودتر از خونه من بریم بیرون. الان. حق دارین عصبی بشین، اما نمیشه کاریش کرد. حتی نصف مبلی که اونجاست مال منه. بسه دیگه. گفتم از خونه من بریم بیرون. دستمو ول کن. این قضیه تموم نشده. الیف جون من الان میرم، اما بعداً بازم میام. باشه؟ ممنونم. این زن همه چیزو خراب میکنه. میشه به چاقداش زنگ بزنی؟ پسرم بخور دیگه، 2 ساعت قورتش نمیدی. دخترم هولش نکن دیگه. تو چرا نمیخوری مامان؟ میل ندارم. دلم گرفته. شاید به خاطر هواست. غیر ایشالله. شاید بابامه باز میکنم.
ایشالله شاید نوام حس کرده. ببینم. عمو بفرمایید. روز بخیر. منزل اورهان بوزه اینجاست؟ از پسرم خبر دارین؟ کجاست؟ وارول برو تو اتاقت. نمیرم. حرف گوش کن پسرم، برو اتاقت. پسرم خواهش میکنم یه چیزی بگو. بگو زندانه، بگو خلاف کرده، اما لطفا نگو که مرده. تسلیت میگم. پسرم. مامان. پسرم. مامان جان. پسرم. 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 مامان جان. پسرم نمرده. پسرم زنده است. پسرم برمیگرده. اون زنده است. اون برمیگرده. اون نمرده. اون برمیگرده. رفتی خونه؟ آره. ممکن بود واسه این عجلت نقشمون خراب بشه. طاقت نیاوردم عمو وداد. باید دخترمو میدیدم. مامان پلیسا چی گفتن؟ مامان مادر جون گریه نکن. بس دیگه مادر جون. مامان جون بس دیگه. مامان بابا چی شده؟ وارل جون بیا ببینم. بیا یکم با هم حرف بزنیم. عمو چی میخوای بگی؟ بابات هیچ وقت ما رو تنها نذاش بذارم. نرفته؟ نه بابای تو همیشه فقط خوبی همه رو میخواست. وقتی بابامون مرد سالها مراقب من و مامانم بود. بعد که ازدواج کرد زندگیشو وقف تو و مادرت کرد. عمو چی شده؟ بابا تو رو بیشتر از هر چیزی دوست داشت عزیزم. عمو بابام چیزی شده؟ بابات برای نجات زندگی بقیه جونش رو فدا کرد. عمو بابا مرده؟ آقا چاقدش کجایی؟ یه مشکل پیش اومده. لیلا کریم اغلو؟ از کجا فهمیدی؟ اومدی اینجا. حرفایی که میزنه راسته. قاضی آزمایش دی ان ای خواست. تا اعلام نتایجم انحصار وراثت ممنوعه. اگه واقعا خواهر پینار باشه نصف ارثیه به اون میرسه؟ بله قربان. سهم شما هم 1/4 از اون 50% باقیه. سهم الیف؟ خب تا وقتی که 18 سالش نشده سهم ارثش پیش شما میمونه. در واقع اختیار 50% ارثیه دست شماست. چنین چیزی چطور ممکنه؟ چطور؟ یه چیز دیگه هم هست. آقا وداد هم خبر داره.
تو دادگاه دیدمش. وداد آره؟ آره باید حدس میزدم. متشکرم آقا چاقداش. لطفاً ما رو از همه چیز باخبر کنین و گوشیتونم در دسترس بشه. چشم، با اجازتون. دارم دیوونه میشم، جدی میگم. پس چرا من قاطی این کثافت کاریا شدم که این زنه بیاد نصف اموالمو بالا بکشه؟ باشه دیگه، آروم باش. آروم باش. به افراز بگیم شاید بتونه یه راهی پیدا کنه. چه راهی جانان، چه راهی؟ پشت هر کاری سر و کله وداد پیدا میشه. داداش تسلیت میگم. سلامت باشی. تسلیت میگم. ممنونم. چطور شد؟ کجا پیدا شد؟ نمیدونم. میرم کلانتری میفهمم. بایستا مامانو ببینم میام. خاله هاجر تسلیت میگم. بذارم دست گلم رفت. به تسلیت میگم. تسلیت میگم خاله هاجر. پسرمو برام بیار. چی میشه؟ پسرمو برام بیار.